چطوری؟ توی این ویدیو می‌خوایم رشته‌های هنری توی دانشگاه و هنرستان رو با هم دیگه مقایسه کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بریم سراغ ویدیو. من مهسا هستم و منم بکسی لالونا و توی ویدیو می‌خوایم بهتون کاملا در مورد تفاوت خوندن رشته‌های هنری توی هنرستان و توی دانشگاه بگیم. من هنرستانی بودم و بهارم همینطور هنرستانی بوده. الانم که جفتمون داریم توی دانشگاه رشته هنری می‌خونیم، جفتمون رشته گرافیک یا همون ارتباط تصویری. می‌تونیم اطلاعات خوبی بهتون بدیم. پس تا آخر ویدیو حتما نگاه کنید، لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله هم حتما فعال کنید. مرسی. اول چیزی که می‌خوایم بهتون بگیم در مورد کارگاه‌های هنری هستش. در مورد کارگاه‌های هنری توی دانشگاه بگو. توی دانشگاه یک محیط خیلی سفت و سخت‌تری هست نسبت به هنرستان. توی هنرستان ما همه دختر بودیم و می‌نشستیم، مثلا بخوام مثال بزنم کلاس طراحی یا کارگاه طراحی اکثرا هم گلدون می‌کشیدیم، یا اگر هم مدل چیز داشتیم خودمون با مدل می‌شدیم توی دانشگاه، ولی ممکنه مدل براشون بیارن. آره، محدودیت داشتیم دیگه توی هنرستان، ولی توی دانشگاه استادا خیلی سختگیرتر بودن. مدل‌های چه مدل زنده چه مدل‌های مصنوعی که میذاشتن خیلی سخت‌تر بود، پیچیده‌تر بود و حرفه‌ای‌تر بود و فضا هم همونطور که مهسا در ادامه بهتون میگه خیلی بزرگتر بود. دقیقاً کارگاه‌های هنرستان خیلی فضای کوچیک‌تری دارن معمولاً و البته اینکه ساعت کاری هنرستان، یعنی مثلا ساعت کارگاهی که دارید شما خیلی محدوده و البته برای شما تمام اون تایم ساعت کارگاهتون حضور داشته باشید داخل کلاس. ولی توی دانشگاه دیگه اینجوری نیست. شما میتونید ساعتی که دوست دارید مثلا حضور داشته باشید. خیلی از مواقع حتی لازم نیستش که تو کارگاه کارتون رو انجام بدید. بذارید دستتون بازتر بنویسید. خب حالا ما اینجا میخوایم بریم بررسی بکنیم که روز جوجمان، یعنی جوجمان نهایی و میان ترم رشته‌های هنری چه توی هنرستان چه توی دانشگاه چطوره. مهسا اول یکم بهتون توضیح میده، منم در ادامه حرفاشو تکمیل. شما توی دانشگاه حجم کاری که تحویل میدید خیلی ممکنه که کمتر بشه به نسبت هنرستان، ولی براتون مشخص شده است. مثلا اگر اول ترم بهتون یه تعداد کاری گفته باشه تا آخر ترم قطعا همونه و هی اضافه نمیشه بهش. ولی توی هنرستان حجم کارتون خیلی بیشتره و ممکنه که توی یک ترم تحصیلیتون شما حتی 2 تا جوجمان و حتی بیشتر هم داشته باشید. ولی توی دانشگاه یه دونه جوجمانه و اونم جوجمان پایان ترمتونه. حجم کاری هم توی هنرستان خیلی بالاست و اینجوریه که کارها رو به صورت دستی بزنید و پاسپورتو بکنید، اینا خیلی سخت‌تر از جوجمان دانشگاهه به نظر ماها. توی دانشگاه ما مثلا به صورت مجازی یه سری فایل‌ها رو میبریم یا ارائه میدیم یا به صورت PDF به استاد تحویل میدیم. دقیقاً تحویل کارا تو دانشگاه منظم‌تره به نسبت هنرستان. شما ممکنه که توی هنرستان هر هفته کارتون رو بدین ولی تو دانشگاه یک باره تقریبا 1 تا 2 باره، یعنی ممکنه میان ترم یه سری کارا رو استاد بیاد بررسی کنه بگه بریم سراغ یک چی بهش میگن؟ موضوعات متفاوته. مثلا ما گرافیک محیطی که ترم هفتیم الان داشتیم، یک موزه رو طراحی هویت بصری انجام دادیم، بعدش اومدیم یه مکان دیگه، یه شرکت یا یک مکان تاریخی دیگه رو انتخاب کردیم. اینجوری تقسیم بندی میکنن توی دانشگاه. بعد یه چیزی هم هستش، توی دانشگاه شما حق انتخاب دارید، یعنی میتونید موضوعاتی که میخواید کار کنید رو خودتون انتخاب کنید. ولی توی هنرستان چون باید همه تقریبا یه کار رو تحویل بدن، شما آخر ترم یه کار واحدی رو تحویل میدید، موضوعتون دست خودتون نیست. خیلی از مواقع حالا معلم یا استادتون براتون مشخص می‌کنه. گزینه بعدی که می‌خوایم بهتون بگیم در مورد فضای کلاس ها. توی دانشگاه فضای کلاس ها به نسبت هنرستان خیلی بزرگتره در کل و دیگه مثل مدرسه نیستش که شما حالا اگه مثلا مدرسه دخترانه باشید فقط هم کلاسیتون دختر باشه و اگر مدرسه پسرانه باشید هم کلاسیتون فقط پسر باشه و اگر این جمع با هم دیگه ادغام بشن، خیلی از مواقع اون رقابتی که بین دخترها و پسرها هستش خیلی متفاوت تره تا اون رقابتی که فقط با دوستاتون و دخترها یا اگر مثلا پسرید با پسرها دارید. چون یه ذره جوای عجیب غریبی هم وسط پیش بیاد. حالا خودتون قدم می‌دونید تو کارگاهتون جوی ذره حرفه‌ای‌تره، سختگیرانه‌تره و اینکه خب تخصصی‌تر میشه. ولی تو هنرستان همونجوری که گفتم خیلی از مواقع کاراشون شما دستی انجام میدید و اونقدر کیفیت خیلی خوبیه ممکنه نداشته باشه کار نهاییتون، ولی تو دانشگاه ممکنه که خیلی کارهای
خوبی تحویل بدین در حد اینکه کارتون نمایشگاهی بشه و حالا تو ادامه بهتون میگیم در مورد این قضیه. توی روز جوجمان اینجوری بگم که ما جوجمان حضوری داشتیم برای هنرستان، دانشگاه هم همینطوره، تا 2 سال اول مجازی بودیم که وارد دانشگاه شدیم و دوره بسیار سخت واقعا سخت. و اینجوری بود که ما کارهای خیلی زیادی رو باید پاسپارتو میکردیم توی هنرستان، پرش دادن مقوا و اینا. خیلی موقع ما تا صبح نمیخوابیدیم، بعضیا بودن که اصلا میگم کلا حتی 1 ساعت دانشگاه نمیخوابید. ولی هنرستان خیلی به نظر من حجم کاریش بالاتر بود. ولی دانشگاه یه حجم کار کمتره، ولی همونی که کمتره فکر نکنین راحت تره. شما میذارید روز آخر. شرکت توی جشنواره ها و نمایشگاه ها توی دانشگاه و هنرستان میخوایم صحبت کنیم. تو دانشگاه به واسطه ارتباطی که حالا با استاداتون میگیرید یا اگر مثلا دانشجوهای دیگری که هستن ممکنه ترمای بالاتری باشن، شما میتونید ارتباطات خوبی باشون پیدا کنید و به واسطه همین میتونید توی خیلی از نمایشگاه یا کارهای گروهی که هسته شرکت کنید و بتونید رزومه خوبی برای خود جمع کنید و داشته باشید. ولی تفاوتی که تو هنرستان داره به تعداد کسایی که میبینید خیلی ممکنه کمتر باشه و خب کسایی که هستن ممکنه خیلی همشون کارهای حرفه‌ای نداشته باشن. اساتید به نسبت اینکه شما دانش آموزید خیلی کارهای کمتری ازتون میخوان و سطح توقع کمتری ازتون دارن، پس خیلی کار خفنی در نهایت نخواهید تحویل بدید که در حد نمایشگاه یا مثلا چیزی باشه که بخواید توی ملأ عام کاملا به نمایشگاه. در کل نمیشه توی هنرستان خیلی روی جشنواره ها و اینا حساب کرد. یه پوینت مثبت میشه دیگه برای شما، حالا بخواید یه جای کار بکنید، اپلای کنید، چه مثلا همین ایران خودمون چه خارج از کشور، به کارتون میاد. کارهای توی دانشگاه خیلی سخت ترن بخواید توی نمایشگاه ببرید و از زیر فیلتر خیلی کسها باید رد بشن، مخصوصا بیشترم گیر میدن به خاطر نمیدونم حجاب و این داستانا. کارا خیلی فیلتر میشه. در حالی که اگر میخواید توی هنرستان درس بخونید و رشته هنری رو یاد بگیرید، اینو باید بدونید که شما تو تایم 3 ساله هنرستانتون که هستید زمان خیلی زیادی دارید که هر کدوم از کاراتون رو انجام بدید و ممکنه که این زمان 3 سالتون هر کاری دوست دارید انجام بدید و کلا توی مدرسه چون فقط کار مدرسه است و شما قرار نیستش که حتما جایی کار کنید، دستتون خیلی بازتره و میتونید خیلی زمان بیشتر بذارید و یاد بگیرید چیزا رو. ولی تو دانشگاه همین که ممکنه که شما شاغل باشید و کار کنید و اینکه تایم دانشگاهتون خب هم مسیر رفت و آمد دارید، هم تایم خیلی طولانی‌تر به نسبت هنرستان، شما یه زمانتون محدودتر و اینکه توی دانشگاه دقیقاً چیزی که خیلی هم ممکنه بگن و شما قرار نیست چیز جدیدی یاد بگیرید. حتی خود ما هم که داریم می‌بینیم خیلی از کسایی که از هنرستان اومدن سطح کارشون خیلی متفاوته با کسایی که از رشته‌های حالا فنی به نظر اومدن. اگه شما هنرستان نخونده باشید، یعنی رشته دیگه ای بوده باشید و بخواید بیاید دانشگاه هنر بخونید، خیلی عقب‌ترین نسبت به کسایی که هنرستان بودن. باید بیشتر روی خودتون کار بکنید و کلاس‌های بیرون رو شرکت کنید به نظر من. خب اگه ضعیف هستید، اگه قبلا کار کردید که جای بحث نمیمونه، ولی اگه ضعیف هستید، بچه‌هایی که هنرستان بودن قبلا تمام طراحی و مبانی رنگ و اینا رو قبلا مطالعه کردن و استاد همون تمرین‌های زیادی که بعد تو هنرستان بکنیم و گفتیم که حجم کاری خیلی بیشتر داریم انجام دادن. بنابراین کسایی که وارد دانشگاه میشن باید هم مطالعه بیشتری داشته باشن، حتما قبلا کلاس رفته باشن و روی خودشون کار کردن. حالا شما چه نظری دارید؟ دوست دارید هنرستان درس بخونید اگر پایین انتخاب رشته بکنید یا تو دانشگاه؟ اگر هنرستانی بودید کدوم دانشگاه دوست دارید درس بخونید؟ حتما توی کامنت ها رو بگید و نظرتون رو در مورد ویدیو بهمون بگید. سابسکرایب هم دوباره میگم یادتون نه. خوشحالیم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. من اصلا هستم. منم بهارم. مرسی که ویدیو دیدی. بای.